اگه برا مهمونی و دور همیات دنبال یه سوپ خیلی خوشمزه‌ای، پیشنهاد من به تو سوپ گشنیزه که فوق‌العاده خوشمزه و خوش‌عطره. کافیه جو رو چند ساعت قبل خیس بدی، با پیاز داغ فراوون بذاری بپزه. هویج من بخارپز بود که بهش افزودم، نمک فلفل و اندازه زدم، عصاره مرغم تازه تازه پختم و بهش اضافه کردم. اواخر پخت گشنیز خورد شده رو اضافه میکنی و چند حبه سیر خورد شده که تیر خلاص این سوپه. موقعی که مهمونات اومد و میخوای سوپتو سرو کنی، ماست همزده و شیرین رو تو ظرف بریز، کم کم از سوپت بهش اضافه کن و با هم همدماشون کن. مخلوط ماست رو به قابلمه بریز، تون تون هم بزن تا ماستت نبره. یکی دو غلک زد، سوپ گشنیزت آماده سروه. تو هر ظرفی که دوست داری بریز، روشو میتونی با برگای گشنیز و پیاز داغ فراوون تزیین کنی. یه آش خیلی خوشمزه و خوش‌عطر که مناسب مهمونی و دور همیه. مقدار دقیق موادم تو کپشن برات مینویسم.